مادر سلام. سلام عزیزم. حال شما؟ خوب هستی شما؟ خسته نباشی. چه خبر؟ مادر من خیلی شما رو اینجا میبینم. من از سال 82 اینجا. از سال 82. از سال 82 اینجا لیف میفروشی. مادر روزی چقدر درآمده؟ اینجا روزی چه؟ بعد لیفا دونه چنده؟ 10 تومن دارم. 10 تومن. 8 تومن، 5 تومن. شبا میشینم میبافم روزا میارم. آها یعنی همون لحظه که میبافی بعدش هم میفروشی. شاهد میرم اینجا نیست میبافم من خونه. شب روز میبافم میارم. خرجتو با این در میاری. و اینجا میدون ولیعصر هست درسته؟ بعد ما همه جنسا چند؟ مگه میخوای بخری؟ جان؟ میخواست نه میخوام بدونم همه جنسا چند؟ مگه میخوای بخری؟ میخوام همه رو بخرم. از من؟ آره؟ چی شده در چه حاله؟ من یه جوری چیز شدم که جوره همه میخوای از من بخری. من همه شو ازت میخرم. قربانت برم الان فدای تو بشم. همش چقدر میشه؟ هول نکن. 400 دیگه 400 تا 500 میشه. خب اشکال نداره. پلاستیک تو بذار. بالاخره خیلی خوشحال شدی؟ خیلی دنیا رو به من میداری. خوشحال نمیدونی. این عشق ذوقه دیگه. دست تزن کنه به هر که از هر چی میخوای خدا بهت بده. همه رو جمع بکنم. مالی امود دل شما رو منم جمع کنم. جان؟ خدا من بذارم. باید هم کمک کن. همه رو ازت خیلی خوب شدم خدا هول شدی؟ همه رو تو پلاستیک نداد. جنجبل شدم اصلا تو عمدم اینطوری ندیده بودم. روز مادر این کاری که با من روز مادرم هست و خدا مادرت نگاه دارم. یه چیز دیگه هم که تو روز مادره این دسته بلند خدمت شما. منم بذار مثل مادر چیکار خواهی کنی؟ من دورت دیگرم عزیز دلم. روزت هم مبارک باشه. یا همه جنسا رو جمع کن بزن من همه رو ازت میگیرم. فدات. هر چی میخوای خدا بهت بده. من عوض ندارم. فقط سر نماز میتونم دعا کنم. دورت دیگرم فقط به این درستش؟ به شمارم. آره دیگه همون 400 تومانی که گفتم دیگه. خدای تو بشم. یه کوچولو بیشتره باید. بیشتر خدا بهت بیشتر بده. امام زمان پشت پناهت بشه. فدات جان. 700 مبارکت بشه. درسته؟ حله؟ من قربانش مبارکت بشه. کاری نداری بابا؟ من نمیدونم روزت هم پیشا پیش مبارک. من خیلی دعا میکنم. عزیز منی روزت هم پیشا پیش مبارک بشه. خیلی ممنونم. همین نیست شما؟ بایزه از خدا هر